انرژی خارا ببین توی خانواده‌تونن، توی خانواده شروع میشه. پدر مادر، خواهر برادر یا اعضای خانواده با شما هم فرکانس نیستن و انرژی شما رو تخلیه میکنن. اینا در اصل چون از لحاظ شعور و آگاهی با شعور و آگاهی شما فرق میکنه، توی فرکانس دیگه هستن، برای همین این اتفاقا میفته و بهترین کار اینه که خیلی سریع زود از اونجا خارج بشی دیگه. حالا اگه میتونی رشد کنی، وقتی به یه حدی رسیدی خیلی سریع جدا بشی، بری تنهایی زندگی کنی و تنهایی خیلی فرکانسش بالاتره. شما اگه پول نداری، کار نداری، نمیتونی بری برای خودت تنهایی زندگی کنی، باید فرکانس تا همون جایی که هستی بیاری بالا. نکته مهمش اینه که همون جایی که هستی همونجا فرکانس تو بیاری بالا. وقتی فرکانس تو بیاری بالا، اون آدما از زندگی شما حذف میشن. شما لازم نیست حذفشون کنی، اون خود به خود حذف میشن. یه سری اتفاقا میفته، یه سری شرایط به وجود میاد و یا اونا از زندگی شما میرن بیرون یا شما از زندگی اونا میری بیرون، میری توی مدار بالاتر، توی فرکانس بالاتر که تو اون فرکانس و تو مدار بالاتر آدم‌های دیگه‌ای و مکان‌ها و اتفاقای دیگه‌ای اونجا داره اتفاق میفته. برای همین این انرژی خارا آدمای بدی نیستن، ولی چون تو فرکانس شما نیستن، هر کسی میخواد کارهای خودشو بکنه دیگه. تداخل فرکانسی ایجاد میشه و وقتی تداخل فرکانسی ایجاد بشه، اونها انرژی شما رو میخورن دیگه و شما فرکانست میاد پایین، نمیتونی رشد کنی. برای همین اصلا تو زندگیت نمیتونی رشد کنی، پیشرفت نمیتونی کنی. میتونید رها کنید. اگر نمیتونید رها کنید، بشینید سر جاتون دیگه. دشواری نداره که دیگه.